سلام و خوش اومدین به روز 4 از 7 روز چالش مدیتیشن. مدت زمان هر مدیتیشن 10 دقیقه هست و تمام مدیتیشن ها بر پایه ذهن آگاهی طراحی شدن. من انسیون هستم و از اینکه همراه هم هستید بی نهایت سپاسگزارم. برای شروع جای راحتی رو برای تمرین امروزتون انتخاب کنید. جایی که میتونه راحت ترین حالت براتون باشه. به خودت یادآوری کن که همیشه زمان لازم هست که ذهنت و جسمت بتونه از یک لحظه به لحظه دیگه دعوت بشه و برای این تغییر استرس، تنش، خستگی، نگرانی ها، افکار مختلف همه نرمال و طبیعیه که ما اونها رو تجربه کنیم. پس زمانی که ما میخوایم از لحظه گذشته یا آینده خودمون رو به لحظه حال دعوت بکنیم، میتونیم عواطف و احساسات مختلفی رو تجربه کنیم و تمام این احساسات نرمال و طبیعی هستن. تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که با قلبی باز پذیرای این تمرینات باشید و اجازه بدید که با یک اعتماد، با ایمان، با قلبی باز به آرامی چشماتون بسته بشن. چند لحظه تمام توجهتو بیار روی تنفست، روی نفست متمرکز باش. روی تمام نقاطی از بدنت که داره با نفستون حرکت میکنه. فقط مشاهده کن کیفیت تنفست رو، حس و حال بدنت رو و دنبال کن، مشاهده کن و اجازه بدین که تنفستون فقط به همون حالت طبیعی خودش باشه. نفسای آرام، عمیق و آهسته. فقط سعی کنید طول بازدم هاتون رو کمی طولانی تر از دم هاتون تجربهش کنید و انجام بدین. فقط اجازه بدید نفس هاتون به حالت طبیعی خودشون باشن، بدون کنترل، بدون فشار، آرام، عمیق و آهسته. و حالا از تنفستون تمام توجهت رو بیار به جسم. ببینید بدنتون چه احساسی رو داره. در این لحظه بدنت چه احساسی داره. چند لحظه ای مشاهده کن ذهنتو، افکارت رو بدون قضاوت و یا بدون اینکه اون فکرت رو دنبال کنی. فقط مشاهده کن. فقط مشاهده کن. و همینطور که از افکارت آگاه و آگاه تر میشی، همینطور که از تمام احساسات بدنت آگاه و آگاه تر میشی، میخوایم در تمرین امروزمون از تنفسمون
برای رها کردن استرس، تنش‌ها، نگرانی‌ها و هر انرژی که به هیچ وجه ما بهشون نیاز نداریم استفاده کنیم. میخوایم تمرین تنفسی 4-4-8 رو تمرین کنیم. تمرین تنفسی 4-4-8. 4 ثانیه دم از بینی، 4 ثانیه حبس نفس و بازدم از دهان برای 8 ثانیه. اگر براتون سخت بود حبس کردن یا طول بازدم ها براتون زیاد بود، هیچ اشکالی نداره. به خودتون به هیچ وجه فشار نیارید. میتونید طولش رو کمتر کنید. آماده بشین برای تنفس. دم از بینی، 1 2 3 4. حبس 2 3 4. بازدم از دهان 8 ثانیه. 2 3 4 5 6 7 8. دوباره 4 ثانیه دم، 4 ثانیه حبس و 8 ثانیه بازدم از دهان. و میخوام همینطور ادامه بدین در همین سکون و آرامش. دم 4 ثانیه، حبس 4 ثانیه و بازدم 8 ثانیه. و ازتون میخوام که توی ذهنتون شمارش رو انجام بدین. ادامه بدین برای چند تنفس دیگه در این سکوت، در این آرامش. اگر در حین تنفستون داری احساس میکنی که افکار مختلفی میان، ازت میخوام که توجهت رو بیاری دوباره به نفست و نفست رو دنبال کنی. و اجازه بدی که با هر بازدم تمام این انرژی هایی که به هیچ وجه ما بهشون نیاز نداریم رو رها، خالی و سبک کنی. با بازدم بعدیت آروم برگرد به تنفس معمولی خودت. تمام تغییرات تنفست رو سعی کن مشاهده کنی. چه احساسی داری؟ بدنت، ذهنت چه احساسی داره؟ قضاوتی نیست، فقط مشاهده. فقط مشاهده، توجه. و بعد تمام آگاهی کم کم به تمام نقاطی از بدنت که داره زمین رو مستقیم لمس میکنه. بعد به تمام صداها، به اتاقی که داخلش هستی و بعد به حرکت بدنت، به انگشتای دست و پات. آروم شروع کن به حرکت دادن بدن و بعد هر زمانی که آماده بودیم
میتونید به آرومی چشماتون رو باز کنید. ازتون میخوام چند لحظه اینجا باقی بمونین. این لحظه رو ازش آگاه باش، حضورت رو تجربه کن، تغییرات رو مشاهده کن. و از اینکه با من در مدیتیشن امروز همراه بودین ازتون ممنونم. در آرامش و عشق باشید. نماسته.